خب گایز سلام دارم، خیلی خوشحالم پارت اول از بازی ایج آف هیستوری 3 داره ضبط میکنم. خب امروز اومدیم ایج آف هیستوری 3 رو بگیم که ببینیم چیه. من دوشو رفتم مدل مختلف دارم. مثلا که میگن این گرافیکش بیشتر همین ولی خیلی میگن خفن حتی میگه پیرم بشه رئیسو. من دارم پیر بودن نه کدوم سال میگم بریم. ببین این وارد دو ذره سخته. من تو خود دوشم یه بار من رفتم و خیلی سخت بود چون من همیشه ایران رو برمیدارم. خب ایران همسایه‌اش مثلا قوی بودن و خب سخت و آره میتونم میگم یه ذره قدیمی تر بدیم. مثلا چه میدونم اما ویکتوریا رو دارم مدل ورد میریم. لطفاً که 6 ساعتی گیم من بودیم پیشی من باید نیم ساعت صبر کنم. لا 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 داره میاره لا 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 داره میاره. خب چرا اینجوریه؟ کامله. خب چه باحال دیگه اینجا میزنه مثلا دیگه نشون نمیده شیعه اما هم اسلامه دیگه. اینم شیعه است سنیه ارتودکس. اینا فکر کنم مسیحی هن منطقه ولی نمیدونم چی مسیحی. رئیس فرض چه خوشتی باشه. الیزابت چی میگه؟ مگه نمورده؟ منطقه خب چطور دیدی ماشاءالله. من به نظرم بیایم بهتری آلمان رو بردیم. هم اقتصادش اوکیه چون اوکیه. من دیگه آلمان بیام دیدی. من فرانک بدونم فرانک والتر رسته جرمنی مثلا 66 سالشه. متولدی میزنه که بله میزنه که 1972 در 70 نه 50 سال ده بابا جوونه ولی با اینکه 50 سال ده. چرا نزدی زلنسکی؟ فکرم نزدی زلنسکی بسنم زلنسکی آره ولی زلنسکی این شکلی نم پوتین داداشم بودینا. من خب برای اینکه یوتیوب زیاد گیر نده آلمان رو بعد شایدم گیر بده شایدم گیر نده آلمان پلی. چه باید الان بچه بازی پاوزه. من چند دقیقه هم میبینم 3 دقیقه الان بازی پاوز. رتبه 1 نظامی چجوری؟ الان بازی پاوزه هنوز استارت نزدم. گمبرتانش تو یکش نبود تازه که یادم تو یکش نبود. مطمئنم تو یکش نبود نه تو دوش برشم یکیش که آشکال بود. اصلا یکیش رو بچه بازی نکنه و من این بازی نخریدم. بازیش پولیه. من اینو رفتم از فارس روید گرفتم. فارس رو رایگان دادم. نسخه خریداری شده شد داد یه جورایی تو حدودم. خب الان بچه من بازی از پاز در میارم و فرانسه با من داره خوب داداشم فرانسه فرانسه چقدر طول اینجا آماده سازی داری پشمام داداش. چرا اینقدر قدیمی رئیس جمهور قدیمی رو میگه مثلا برای مثل پوتین چیز بخشی چی میگن چرا بایدن هست. الان بایدن هند من رئیس جمهورشو نمیدونم کی هند بچه شما بگید من نمیدونم هند داداشم هند نه برگانه ره برزیلیا برگانه نمیره ولی شوریت بریم من پاس کنم بازیو کردنیو اینجا. خب یه دونه من بچه ها چند تا هواپیما میزنم چند بچه برگشتم پا 200 تا هم سر 400 تا ببین 400 تا هزینه میتونم سرعت فرم زیاد کنم. آره اما سه دیگه منطقیه ولی من بذار یه ذره زیاد کنم سریعا اینا ساخته شه. تازه شد به حالا یه ذره کم شد. اولین کشوری که میخوام حمله کنم این چیه؟ لوکزامبورگه. اینو من میزنم اینو من و میگه در چقدر درآمد داداش خوبه. میذاره ازشون ارزون میگم ارزون ازتون میگیرم چی بشه نکن روشی در نمیدین شورشو در نمید
نه شروعش در نمیارم. من دارم از این ارزون میگیرم. مالیاتو تا جایی که میتونم کم کنم. کم زیاد بکنم. من مالیات نمیگیرم. بمبید میخرم. این چیه؟ پدافند بکنم. نمیخرم. 5 چقدر هزینه میخواد. آیا این هزینه 1000 تا سرباز میخرید باید 2000 تا از ما گم زده. این چرا؟ الان 2023 اینه شد. خب من آقا این از آها 2023 دیگه یکی چجوریه خیلی دیره خیلی دیره بیا خب من بازی کردم اینو یه بار 5 دقیقه باشیم به رکزنبار جان الان باهات من بد بشم امیدوارم بد شم این باش بد شم چجوریه دمیج این گوشو می نویسه الان چی شو الان نامتعاد یعنی چی یعنی باش خوبیم بدیم دوستیم چیه باشه منفی نمیشه و منفیشو من تقدر نمیدونم داره منفی میشه همش اینجا سرباز تانک هم خیلی مهمه فایتر من 5 تا من فایتر میخوام اینا هم برگرش 700 تا اوه من سرعتی بچه زیاد کنم من 5 سریع هم باش بچیم حمله کنیم برده تانک میخواد دارم حمله کنم ولی بذار اول آپگرید خیلی بچه مهمیه تو گیم 17 بقیه‌شم تانک میزنم قشنگ تانک میخوریم تانک 860 بابا چقدر نیرو داره 8 تا 17 تا یه دونه تانک دیگه هم میخواد بسازم درآمد البته من یه بار درآمدم بد شد همچون دوش من درآمدم به اقتصادم فلج میمونه هم تو همش من اقتصادم اما تو این منطقه من اقتصادم فلج شد دیگه خب زمین اما واسه بذار برشون جنرال انتخاب کنم این خیلی آدم مهمه بعد برش یه جنرال قشنگ اینو انتخاب کنم که نمیرم سری فقط نیروها رو بفرستیم پشت دروازه وایس اول یادمون رفت دیوار بزنیم دسته این همه جا رو دیوار کشی میکنیم که حمله نتونیم کنیم اینجا حمله یه دونه تمپی به آقا نیروها رو بفرستیم اینجا نیروها رو بفرست وقتی باید باید مشکل زیاد کردم تا سریع هم بعد چی میشه الان نامتعادلی بذاری بعد میشه اولین حمله به لوکزام بعدش هم به بلژیک رو نابود کنه حدودا من هنوز زیاد گونده نیستم من خیلی دوستم گونده الان رتبه 2 امروز اول چیه اول دوباره ببینی و این مردم ناراضی میشن میگن چرا داری حمله میکنی بهش خب قربونت بشم من بدانم بد بشم لعنت بدونی تو اینجا هم بس شدن چرا من اذیت کنم تو گیم کاسه بزنم استوب دی سیلوا باش بفرست جمع کردیم اشون نیرو دفاعی شده من نیرو بفرست پاس کردم بچه که نیرو رو سریع بفرستم عمل کنیم بودیم خب خب ببین جا بزنم بچه من جا نیرو سراریشو نمیتونم بدم تو دوش میدم تو دوش ابتا نست تمام کردیم بعد حالا بعد میشین دیگه من توضیحات چیزا خونم الان من خوندم و حالا اینو بزنیم و اینو میک دیمن رو بزنم که کی برده و من اینو میخوام بگم خدا حافظ اینا رو من سریعا باید بفرستم سمت کجا سمت پایتخت یعنی کجا برلین سریعا بفرست بریم پاز میکنم بچه من هی اون بالا رو دارم پاز میکنم
دارم استوپش میکنم که سریع بتونم سریع عمل کنم، چون من باش اون 18 نفرمون جنرال خودش سرباز. الان اقتصادمون تو بد وضعیت خیلی پایین اومد. ما الان باید یک شورشی ها جمع کنیم. دو جمعشون میکنیم دیگه. هرچی شورشی ببینم سریع تموم میکشم. شاید نمیشه این نظر با ببین بیا رفت. تمام بزنم. واسه من پاس من خوب خوندم. یس یس. بعد هر چی شما میفهمید من این از برم شما بزنم بشاش. خب بازی از پاس در آوردیم. من میبینیم من تا الان یک کشور. چه کشور بزنم چند نگذارم خود چه کشوری؟ با اینجا دقیقا یه قلم داشت. و حالا کاری که میخوام بکنم اینه. برکر میزنم. یه دونه برکر. نه این برکر میزنم. انگلیس من سلام آقای میدونم چیه. چرا فرانسه من بد میشه؟ فرانسه نیروام آمده پا میزنه فرانسه. نمیتونیم ما. رتبه دوم نظامی هم یونیت استاد یعنی آمریکا خیلی از من قلعه در حال ساخت. بابا چی میگی؟ من خسته نشدیم. مالیات رو من کم میکنم. مارس خیلی کمه. همه رو کم میکنم حدودا. تا جایی که دارم میتونم همه رو دارم کم میکنم. بذار شورشی داریم. شورشی داریم نداریم ولی خیلی کم ده. هر شهر باید یه مونوکو هر شهر باید یه پولی به ما بدی. سیف شو اولا چطور دیم باشو. بابا اینا چی ناراحتن؟ چیکار کنم این رو؟ یعنی بیلدا نداری که اینجا رو بعد یه چیز بسازیم که اینجا رو خفن تر کنه. برکه میزنیم تا بنال دیگه نمیتونم 5 تا 5 چرا اینقدر نار پشمام دیدیم بیزی کجا هم کرد. چقدر راحت کشیه چیه. خب ارتش من در اینجا مستقر است. یعنی پولم جمع کنیم. خب این چقدر راحت بیزی بزنم. ایران چه خبره؟ ایران چیکار نکرد بزنم رسوم روش. فرانسه چرا داره با هم بد میشه؟ قضیه چیه میشه برم بگی؟ حسام ازبکستان یه ذره از قزاقستان گرفته. این قزاقستان دیگه. مانش هم گرگیزستانه. دیتا لیدر چی شد؟ جنگ شد؟ بسیارم جنگ شد. اجراتمان نکن. بعدی چکسلواکی. البته اگه بتونی. این چیه؟ جنگ داداشم لیختنشتاین. بزن. چقدر باید جمعش کرد واقعا. چجوری اینقدر باید جمعش کرد؟ بزنش دیگه. چه احمق. ساعت بازم من میتونم میلیون. خب بزنش. میخوای کمک اتریش کنیم؟ کار خیلی بد کرد. چو میگیری؟ What the fuck is it؟ بابا چه کسومکی رو نکشی داره میگیره. چی نگرفت؟ خب در این مواقع بهترین کار این است که بنده با گرفتش. چه گرفت؟ استوبر. جدا شدن الان. نه جدا نشدن. خب اول من یاد نیرو میسازم در مناطق سردی. نیرو زیاد میکنیم. خب حالا ما باید تانک زیاد، فایتر زیاد، در حال زیاد داریم دیگه و سرباز به شدت زیادی بسازیم. بمبر 2-3 تا میسازم. ببین خیلی دارم هزینه میکنم. تو یا لایک هم نمیزنی.
منم هزینه زیاد میخوام سر این گیم. خب بعدین داره میسازه وای چی شد؟ میگه که اتحاد ببندیم. نه ببین پول گلومبه باید بده. این چه پولی بود؟ پول گلومبه این پول به عمت میخوره بیشتر. 15 تا 20 تا 20 تا هنوز مونده. داره میسازه. خوشه انقدر در اومدن. آها برای نگهداری ارتش میگه. ای بابا بچه ارتش زیاد جمع کنیم این پولش بیشتر میخواد پول دیگه. پول اینا یعنی ما پولشو نمیدیم مردم دارن پولشو میدن و خب اینجوری مردم ناراحت میشه. اوه چقدر اینا پولشه ولی میتونیم بخریم. میتونیم بفرمین. اوه گلد میخوایم. این سویزلند من جمعت میکنم. اینجا جمعت میکنم. اوه اومد سمتش. اومد توش. جمهوری چکم اومد توش. خواست چوارش کنه. قزوینی نباشه شانس بود. امیدوارم هرچی باشه قزوینی نباشه. من که میدونم دیگه. به به کوزووه اسمش کوزووه باید بشه. شاید اسم این کوزووه ها. این بابا چرا ناراحتین؟ بابا جمع کنین ارتشو ببر. تو پایتخت. کاری ندارم. ببر تو برن. جمع کن ارتشو ببر. بابا یه دیوارم داشته چکار میکنه؟ رنگش فرق کرد. جمع کنین ارتشو ببر. حال ما رو هم زد. بابا الان لهستان چی میگه؟ پولند. شما دستم خود پولندو زدم. پولندو. الان لهستان چی میگه؟ آقا میشه یکی به من بگه؟ اقتصادمونو که زدی فلج کردی. دمت گرم. اقتصاد داره فلج میشه. من همیشه اقتصاد داره فلج. نگهداری ارتش ها. این ارتش رو باید نگه بداری. من نگه نمیدارم. از میتونیم یه کاری بکنیم. جمهوری چک من یه کارش کردم. نمیدونم ولی یه کارش کردم. از بنام جمهوری چک من چه کارش کردم. چیا؟ نمیدونم من دست زدم بچه ها. خودم نمیدونم چارشم ولی زی انگار گذاشتم. نمیدونم آقا این درآمد بنده هی داره کم میشه. بذار یه دوست تا اینو بزنم سریعا. بذار من برلین رو سریع اوکیش میکنم بچه. من برلین رو بس سریع اوکیش میکنم. چیه؟ برلین رو بچه سریع اوکیش میکنم. بریم. نمیذارم اتفاق برشون بیفته. بریم. اوه میتونیم اینا هم بزنیم. آکادمی وار. خیلی مهم. آکادمی وار. خب من در صحبت زیاد کنم سریعا اینو 5 داره سریعا ساخته میشه. بابا اینقدر این بالا خیلی داره شورش میکنه. میفرستم نیروامو سمت تا شورشی هم دیگه. چرا رتبه نظامی اومد پایین. روسیه اومد. بعدش هم هند 100% هند. خب بله داریم هند میرسه به من. بابا ایران یه شیشن نمیزنی. کسی نمیجنگه. الان من تنها جنگی تو بازی من خودم دیدم. چی شد؟ ساخته شد. نمیشیم ساخته شد. دیگه گفتم هند اومد. دینا هم میگه بزن دین این کسی. میبینی دین کسی اصلا شیعه نیست. سنیه این. کسی شیعه نیست. ایران دارم چند سیب شد. لعنت به سیب. من تا اینجا ویدیو رو دیدی لایک ویدیوتون نره. کامنت هم بذاری براتون بازش که نه تو آپارات که نیست. من اصلا با آپارات نیستم. من یه ویدیو آپارات دارم هم چیزی نمیگیم. من بزنم رئیس جمهورمون عوض بشه بون. بذار من اینو سیو کنم. سیو گیم دیگه بیر من. اگه دوست داشتی من 2 اینو برم این 3. خب یه